سلام، نسیم بهاری هستم. امروز اومدم براتون یه دودل بکشم و توضیح بدم که این دودل اصلا چیه، ما برای چی بریم میگیم دودل. یه سری توضیحات لازم هم در مورد دودل بهتون بدم. امیدوارم که تا آخر این کار همراه هم باشین و توضیحاتم بهتون کمک بکنه و براتون مفید باشه. خب بچه‌ها، امروز میخوام براتون یه کار بکشم با موضوع کریسمس. موضوع کریسمس رو انتخاب کردم چون نزدیک کریسمسیم و با خودم گفتم ممکنه کسی بخواد کارت پستالی چیزی درست کنه به کسی هدیه بده و این تکنیک بتونه کمک کنه. به خاطر همین این موضوع رو انتخاب کردم. جدا از اون خودم موضوع کریسمس رو خیلی دوست دارم و یکی از مهمترین چیزها اینه که ما هر وقت می‌خوایم کار بکشیم همش باید دنبال آبجکت بگردیم توی ذهنمون و کریسمس از اون چیزاییه که خیلی المان هایی داره که ما میتونیم بکشیم، کشیدنشون نسبتاً راحته و برای جستجو کردن توی ذهنتون کمتر به مشکل میخورین. به خاطر همین این موضوع رو انتخاب کردم. اگر خوشتون اومد و دوست داشتین به نظر من یه کارت پستال حتما با این موضوع درست کنید. توی مرحله اول که سخت‌ترین مرحله است اینه که شما موضوعتون رو انتخاب کنید. ما اینجا موضوعمون رو انتخاب کردیم و از اون مرحله اول رد شدیم. موضوعمون کریسمسه. حالا باید شروع کنیم یه سری کاراکتر و یه سری آبجکت با موضوع کریسمس بکشیم. من موضوع کریسمس رو گفتم انتخاب کردم چون یکم راحت تره برای کسایی که میخوان اولین بار کار کنن. فکر میکنم هم دوست داشتنی تره، هم پیدا کردن آبجکتاش یک کوچولو راحت تره و آرشیو تصویری ذهن ما خیلی غنی‌تر نسبت بهش، با اینکه توی فرهنگ ما نیست ولی تصویر ازش زیاد دیدیم. یه کاغذ کنارتون بذارین، شروع کنید یه سری اسم بنویسین، یعنی این کاراکترهای مربوط به کریسمس رو بنویسین. مثلا برسین جعبه کادو، زنگوله، آدم برفی، بابا نوئل، اینا رو بنویسین که بدونید اینا کاراکترهایی که قراره بکشین و بعد شروع کنید این کاراکترها رو با یه اندازه تقریباً مثل همین، نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک، توی کاغذتون کشیدن. اونایی که آرشیو ذهنشون غنی‌تره، یعنی کار زیاد کردن و تصویرها رو بهتر توی ذهنشون ثبت کردن به خاطر حالا خوب دیدن و خوب نگاه کردن، راحت‌تر میتونن این کار رو انجام بدن. ولی یکی میگه من یادم نمیاد، هرچی تلاش میکنم یادم نمیاد که آدم برفی چه شکلیه و سخته برام کشیدنش. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما توی گوگل سرچ کنید و عکسش رو ببینید و از عکسش کمک بگیرید و شروع کنید به کشیدن. خیلی وقتا بچه‌ها ناامید میشن از کشیدن یه چیزی، یعنی هی بهش فکر میکنن، هر کاری میکنن جزئیاتش توی ذهنشون نمیاد. حالا ممکنه این آبجکت از نظر اونها خیلی هم راحت باشه و خودشون رو سرزنش میکنن که وای من چرا یادم نمیاد این چه شکلیه. این خیلی طبیعیه، این اتفاق زیاد میفته. لطفا خودتون رو سرزنش نکنید و جای اینکه خودتون رو سرزنش کنید سریع عکسش رو سرچ کنید، ببینید و سعی کنید که بکشیدش. من آبجکتا رو کشیدم و بین همشون یه فاصله گذاشتم. لطفا اگه با من دارین کار میکنید و میخواین همینطوری مثل من کارو پیش ببرید، بین آبجکتاتون یه فضای خلایی بذارین، یه فضاهای خالی بذارین که قرار اونجا هم کار کنیم. توی مرحله اول آبجکتا رو کشیدیم و کارمون فعلا با آبجکتا تموم شد. خب بریم سراغ مرحله بعدی. 3 تا فرم ساده اینجا براتون روی کاغذ میکشم و بالای دفترم پینش میکنم. اینا رو ببینید. اگر خواستین کار کنید حتما از همین 3 تا فرم استفاده کنید چون اینا فرم‌های ساده‌ای ان. فرم‌های زیادی میشه تولید کرد ولی اینا 3 تا از ساده ترین فرم‌هان که خیلی هم قشنگن به نظر من و برای کسایی که تازه میخوان کار کنن به نظرم همین 3 تا فرم کافیه. کار بعدیمون اینه که بریم توی فضاهای خالیمون، یعنی فضاهایی که بین آبجکتامون قرار دادیم، شروع کنیم این فرم‌ها رو کشیدن. نکته مهمی که وجود داره اینه که این فرم ها رو باید زود تغییر بدین. یعنی که شما اگه فرم شماره 1 رو میکشین، یک کوچولو از صفحه رو بهش اختصاص بدین، سریع عوضش کنید، برین سراغ فرم دوم و بعد اون رو سریع عوض کنید و برین سراغ فرم سوم. حواستون باشه یه قسمت زیادی از صفحه رو یه دفعه به یه فرم اختصاص ندین چون پویایی کارتون کم میشه. یعنی تون 3 تا فرم رو باید با هم دیگه عوض کنید، تقریبا به همین نسبتی که من الان دارم توی تصویر کار میکنم. پس نکته مهم این کار اینه که شما فرم ها رو تون
عوض بکنید و یادتون نره، چون این کار حالت هیپنوتیزم داره. وقتی آدم دستشو میذاره رو کاغذ ممکنه یادش بره دستشو از رو کاغذ برداره و همینطوری بره جلو، یه دفعه بگه ای دل غافل، من فرم دوم نذاشتم، یعنی دارم یه فضای زیادی رو با همون فرم اول پر میکنم. پس حواستون باشه، باید حواس جمع کار کنید و این فرم رو تون تون عوضش کنید. در رابطه با این فرم‌ها نکته بعدی که خیلی مهمه، اونم مثل نکته اول، اینه که این فرم‌ها رو هی توی صفحه بچرخونید و سعی کنید که جهتش عوض بشه. یعنی این فرمه که حالا وسطیه، یعنی فرم دومی که کشیدم شبیه پولک ماهیه، من بهش میگم فرم پولک ماهی. این پولک ماهی همش رو به بالا حرکت نکنه، میتونه رو به پایین باشه، میتونه از چپ به راست باشه، از راست به چپ باشه، یعنی همینطوری فرمه توی صفحتون بچرخه. پس حواستون به این قضیه باشه که این چرخش فرم ها رو هم توی کارتون داشته باشین که باز حرکت چشم توی کارتون بهتر باشه، چرخش چشم بیشتر باشه. کارمون تموم شد و حالا من میخوام کار رو رنگ کنم با ماژیک راندو و یه سری اطلاعات در مورد ماژیک هم بهتون میدم. من همیشه انتهای دفترم یه کالیته رنگ درست میکنم از ماژیکایی که دارم و کدشون رو کنارشون میذارم که بعداً بتونم راحت‌تر انتخاب کنم رنگا رو. این کاغذ رو هم زیر کاغذم میذارم که ماژیکم به کاغذ زیری پس نده. شما اگه با مقوا کار کنین اتفاق نمیفته، ولی احتمال اینکه جوهر ماژیک رد شه از کاغذ خیلی زیاده، برای همین من این کار رو انجام میدم. ماژیکای راندو هم که دو تا سر داره، حالا این مارک کویلو یه سر گرد داره یه سر تخت که ما برای رنگامیزی از سر گردش استفاده میکنیم. به دو روش هم رنگ میکنیم، روش نقطه‌ای برای اینکه رنگ تونپلات یعنی رنگ تخت بهمون بده و یه روش هم سیم تلفن. این سیم تلفن یه ذره راحت تره، البته به تمیزی اون روش اول که نقطه‌ای باشه نیست، ولی خب سریع‌تره. برای آدم تنبلی مثل من اون روش دوم که روش سیم تلفن مسلماً روش خوشایندتریه. یکی از رنگ‌ها انتخاب میکنم و شروع میکنم به کار کردن. وقتی ما موضوعی داریم مثل کریسمس، انتخاب رنگ خیلی سخت نیست، چون کریسمس یه سری رنگ داره و یه سری آبجکت داریم که رنگ‌های مشخصی داره. مثلا لباس بابا نوئل قرمزه و ما رنگ دیگه نمیتونیم بکنیم، یا آدم برفی سفیده و اصولاً رنگ کریسمس توی رنگ قرمز و رنگ سبز خلاصه میشه. شما این دوتا رنگ رو حتما دارید و وقتی این دوتا رنگ رو میذارید میگه با توجه به اون دوتا رنگ میتونید خانواده های رنگی بعدی رو هم راحت‌تر انتخاب بکنید. یعنی موضوعای اینطوری توی رنگ‌آمیزی میتونه راحت‌تر هم باشه. خودش به شما داره میگه که منو چه رنگی کنید، پس میتونه راحت باشه. ما اینجا رنگ قرمز و سبز رو شروع میکنیم به گذاشتن. من اول قرمز رو میذارم و بعد با توجه به اون دوتا رنگی که خب رنگ‌های اصلیمه نمیخوام حذفشون کنم، شروع میکنم رنگ‌های دیگر رو هم انتخاب کردن. یه توضیح کوچولو هم در مورد خود دودل بگم. دودل به خطهای خیلی صمیمی گفته میشه و شاخص‌ترین نقاشی‌های دودلی مربوط به نقاشی بچه هاست. یعنی هر چقدر شما خطاتون ساده تر و صمیمی تر باشه، نقاشیتون دودلی تره. تصویر رو براتون زوم کردم که بهتر ببینید. و همون روش سیم تلفن من دارم کارم رو رنگ میکنم و اول میام آبجکت هایی که رنگ مشخصی داره رو رنگ میذارم، مثل درخت کریسمس که سبزه و لباس بابا نوئل و حالا اون قلب ها و اون کلاهی که دارم که میخوام حتما قرمز باشه و رنگ اصلیشون قرمزه، اونا رو اول رنگ میکنم که کار خودم رو راحت تر کنم. یعنی اول میام اون چیزایی که رنگ ثابتی داره رو رنگ میکنم، بعد برای چیزایی که میتونم رنگ‌های متنوع تری بذارم تصمیم میگیرم که چه کاری انجام بدم. فقط حواستون باشه یا به روش شماره 1 شروع کنید به رنگ کردن یا به روش شماره 2. بچه‌ها در مورد ماژیکا من توی ویدیوهای قبلی هم توضیح دادم، ولی دوباره بهتون توضیح میدم. ماژیکای خوبی هست الان توی بازار، ولی یه مقدار گرونه و متاسفانه یه مقدار گرونه. ممکن کسی نخواد با ماژیک کار کنه، هیچ ایرادی نداره. این کارو با تکنیک‌های دیگه هم میتونید رنگ کنید
با مداد رنگی میتونید رنگ کنید، با گواش، با آبرنگ، با هر چیزی که دوست دارید، ولی کار با ماژیک اصولا راحت تره و نیاز به آموزش نداره. خب بچه‌ها، من میخوام که جاهایی رو با گواش طلایی رنگ کنم و گواش طلایی یه طوریه که خیلی رنگش دیر میگیره، به قول معروف یه ذره حالت شیشه‌ای داره. به خاطر همین یه جاهایی رو با این ماژیک خردلیم رنگ میذارم که رنگ بیس هم دیگه سفید نباشه، خردلی باشه و با گذاشتن یک بار رنگ طلایی با گواش رنگ در بده. یعنی شما میتونید بعضی وقتا حتی تکنیک های رنگیتون رو با هم ترکیب هم بکنید. بریم سراغ مارک ماژیکا. یه توضیحی در مورد مارک ماژیکا بهتون بدم. من از 3 تا برند مختلف ماژیک استفاده میکنم که در مورد هر کدومشون یه توضیحاتی میدم و هر کدومی که دوست داشتید میتونید تهیه کنید یا مثل من تمام برندها رو داشته باشید. ماژیکی که الان باش دارم کار میکنم این که بدنه مشکی داره، اسمش کویلوه. ماژیک چینیه، یه مقدار کالیته رنگش کالیته محدودتریه، یعنی تنوع رنگش کمتره ولی به نسبت هم ارزون تره نسبت به ماژیک های دیگه. کیفیتش هم بد نیست. رنگایی که حالا داره مثل قرمز و اینا توی رنگای ماژیک های دیگه هم مشترکه. من سعی میکنم رنگای خیلی خاص رو از کالیته رنگای بهتری بگیرم، مارکای بهتری بگیرم، ولی اونایی که حالا بیشتر استفاده میکنم و خیلی تفاوت خاصی نداره مثل رنگ قرمز صورتی، اینا رنگایی هستن که من از همین کویلو میخرم و میگم یه دلیلش اینه که این مقدار هم ارزان تره. این یکی ماژیک نارنجی که الان باش کار کردم، اون ماژیک کیو کالره. ماژیک خیلی عالیه. 2 مدل داره، یه سریشون هستش که بدنشون گرده، یه سریشون هم مثل همین که الان من باش کار کردم بدنش مربعه. تنوع رنگیشون خیلی عالیه، قیمتشون یه کوچولو از کویلو بیشتره و کیفیتشون خیلی بهتره. تنوع رنگشون هم که گفتم دیگه کالیته رنگیش کالیته رنگی خیلی بهتریه. پس این شد دومین ماژیکمون و میریم سراغ اون ماژیکی که من خیلی دوست دارم و متاسفانه خیلی گرونه. ماژیک تاچه. ماژیک خیلی حرفه‌ای و خوبیه. تنوع رنگی و کالیته رنگیش واقعا بی‌نظیره، خیلی عالیه و کیفیتش هم همینطور. یعنی شما وقتی کار میکنید تفاوت کیفیت این 2 تا ماژیک رو کاملا با هم دیگه متوجه میشین. اون ماژیک تاچ و این ماژیکی که من الان دارم کار میکنم باشه، یه ماژیک میگم چینیه که یه مقدار هم ارزون تره. دیگه شما با توجه به بودجه‌ای که دارید میتونید ماژیکا رو تهیه کنید. حتی این ماژیک چینی که دارم باش کار میکنم ماژیک خوبی. حالا فکر نکنید دارم میگم ارزون تره یا کالیته رنگیش به تنوع تاچ نیست، یعنی که با این نمیتونید کار کنید. نه، با اینم میتونید کار کنید. من الان بیشتر رنگام همین ماژیک کویلوه، ولی خب من بهتون توضیح دادم که چطوریه کیفیت ها. اول تاچه، بعد کیو کالره و در نهایت هم کویلوه. حالا شما تصمیم میگیرین با توجه به بودجه‌ای که دارین کدومش رو تهیه کنید. در مورد تهیه کالیته رنگ چند تا نکته وجود داره که یکیش اینه که بچه‌ها حتما باید یه کالیته رنگ از کدای رنگیتون تهیه کنید، چون ممکنه ماژیکتون به هر دلیل تموم بشه، شما بندازین دور و یادتون نیاد که کدش چیه. اینو حتما یه جا ثبت شده داشته باشین که بعداً بتونید همون رنگ رو بخرین، چون کدا خیلی زیاده ممکنه که پیدا نکنیدشون. نکته مهمتر اینه که بچه‌ها هر وقت خواستین کار کنید، قبل از اینکه کار کنید رو همون جنس کاغذی که میخواین کار کنید کالیته رنگتون رو بسازید. به طور مثال دفتر من یه حالت کاهی داره و یه ذره هم رنگ کاغذش از سفید تیره تر، یعنی اگه بخواین مقایسه کنید با اون مقوایی که پین کردم کاملا متوجه میشین یه ذره تیره تره و اینجا رنگ متفاوت تره با اون رنگی که روی مقوای سفید یا کاغذی که سفید تره میخواین بذارید. یعنی شما نمیتونید رنگتون رو روی یه کاغذ کاهی که حالا بافتش یه جوریه که یه ذره جذبش بیشتره تست کنید بعد رنگتون رو روی مقوای فابریانو که رنگش یکم روشن‌تره بذارید، رنگ متفاوت میشه. پس کالیته رنگتون رو لطفاً روی همون کاغذی که میخواین کار کنید بسازین. این نکته خیلی خیلی نکته مهمیه. بریم آخرین نکات در رابطه با ماژیکم بهتون بگم. امروز کلا پر نکته بودم،
کار با ماژیک راحته، ولی یه سری چیزا هست که حتما در موردش باید رعایت کنید. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم در رابطه با نگهداری از ماژیکه که خیلی مهمه. حلال ماژیک الکل و همونجور که میدونید الکل در معرض خورشید که قرار میگیره خیلی سریع میپره. در مورد ماژیک هم همین اتفاق میفته. من خیلی وقتا میبینم که بچه‌ها ماژیکاشون رو توی جامدادی یا توی لیوان میذارن و روی میز کارشون قرار میدن و نور خورشید بهش میخوره. این باعث میشه که خیلی زود ماژیک‌ها از بین برن. یعنی نور خورشید حتی از رو بدنه خود ماژیک هم ممکنه باعث بشه که خیلی زود کم رنگ بشه، الکلش بپره و از بین بره. چون خیلی حیفه، اینو تاکید میکنم که ماژیکاتون رو یه جور نگهداری کنید که خیلی خورشید، نور خورشید و کلا نور بهش نخوره. نکته بعدیش هم اینه که بهترین حالت اینه که ماژیکتون رو، مخصوصا این ماژیکایی که 2 تا سر داره، به همین صورتی که توی تصویر میبینید همینجوری خوابیده نگهداری کنید ازش. ولی اگه میخواین فقط از یک سرش استفاده کنید، یعنی مثلا مثل من که از سر گرد ماژیکام استفاده میکنم، سعی کنید وقتی توی لیوان میذارید اون سر گرد رو به پایین بشه که جوهر به اون طرف بیاد و برعکس نباشه. اون سری که شما استفاده میکنید اگر پایین باشه، مثلا سر تخت پایین باشه، جوهر اونور تجمع میکنه و این طرف ماژیکتون زودتر خشک میشه. پس این نکات نگهداری ماژیک که خیلی خیلی مهمه، رعایت کنید که ماژیکاتون عمر بیشتری داشته باشه. خب در نهایت یه جاهایی رو هم دوست داشتم طلایی کنم با گواش. قلمم قلم 3-0 رنگو گذاشتم و بهتون گفتم چون رنگ طلایی من یه ذره، حالا این مارکی که من دارم یه ذره پوشانندگیش کمتر بود و نمیخواستم کاغذم خیلی خیس بشه چون حلال گواش آبه، به خاطر همین یه رنگ زمینه گذاشتم که رنگ طلایی سریعتر بگیره. در نهایت هم یه جاهایی که حالا زیر رنگ گواش مونده، رنگ طلایی مونده، دوباره با راپید بعد از اینکه خشک شد ترمیم کردم. یه سری جزئیات هم اگر دوست داشته باشین میتونید انتهای کار اضافه کنید، یعنی میتونید هاشور بزنید یا تهران بزنید یا یه جاهای ضخامت خطاتون رو کم و زیاد بکنید. اینا تصمیماتیه که خودتون در نهایت میتونید برای کارتون بگیرید. من اینجا حالا خیلی جزئیات زیادی اضافه نکردم و کارو دیگه سعی میکنم تموم کنم. ماژیکام میذارم سر جاشون. این بچه‌ها ماژیک تاشیه که بهتون گفتم چون استفاده نکردم آخر کار بهتون نشون دادم. خب کارمون تموم شد. امیدوارم که بکشین، لذت ببرین و تا ویدیو بعدی بچه‌ها، بای بای.